در رابطه با این مسئله که یملأ الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا، امام زمان قسط و عدل رو همه جا گسترش میدن بعد که ظلم فراگیر شده. این سوال هست همیشه که خب ظلم که گرفته از تشریف نمیاره. این شرط فرعیه، یعنی فراگیر شدن ظلم باعث میشه که مردم به سطوح بیان، خسته بشن دیگه از این همه نامردی و از این همه ظلم هایی که در طول تاریخ و فریب هایی که دیدن و شنیدن. مردم خسته بشن دیگه، بگم بابا همش دروغه، باید از درب خدای کسی بیاد، این ظلم ها رو جمعش بکنه. ظلم همه جا رو گرفته، تازگی هم نیست، از بعد از سقیفه همه جا رو گرفت. ببینید وقوع ظلم و فراگیر شدن ظلم بعد از سقیفه بود، همه جا رو گرفت. اما ظلم اثباتی، یعنی اینکه مردم بفهمن تو ظلمن. ببینید ماهی تو آب اما نمیفهمه تو آبه. ظلم همه جا رو گرفته اما همه نفهمیدن که الان تو ظلمن، احساس ظلم نمیکنن، خوشن با همین ظلم، خوشن، خو کردن، یعنی بفهمن، اثبات بشه برشون که در ظلمن. این همه جا رو نگرفته. الان هنوز خیلی ها هستن تو این عالم نمیفهمن تو ظلمن. این باید فراگیر بشه، چون میدونید وقتی بفهمن اون وقت مضطر میشن که خدایا بفرست کسی رو که عدل رو فراگیر کنه. ما تو ظلم اثبات بشه برشون که در ظلمن، این همه جا رو نگرفتن. بنی اسرائیل تا وقتی که تو ظلم فرعون بودن اما ظلم رو نمیدیدن، یعنی خو کرده بودن، قبول کرده بودن این ظلم رو، منظلم بودن، هست موسی فرستاده نشد. اما همون موقع که بنی اسرائیل یواش یواش دردشون اومد، فلما زجوا و بکوا الی الله، زجه زدن، گریه کردن که خدایا اون عدل پرور رو بفرست. اون وقت ظهور حضرت موسی علیه السلام رخ داد. به غم نشست جهان بی تو ای قرار زمین، دلیل شور و سرورم چرا نمی آیی؟ اینو باید بدونیم، این یه وعده ایست که خداوند ذات اقدس اله داده و خواهد شد، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. اما اگر با شعور و معرفت و عقل و ایمان این فرج خواستیم، خب خداوند ذات اقدس اله عنایت میکنه و به ما میده. و الا اگه نخواستیم روزگار بلایی به سرتون خواهد آورد، بلایی به سرتون میاد. ابرقدرت هایی براتون عربده میکشن، نفسکش میگن، جیگرتون رو خون میکنن تا اون وقت ناچار بشید از دور بیچارگی فریادتون بلند شه. خدایا موجود مقدس امام عصر رو به ما بده. اما اگر قبل از اون که کار به اونجا برسه دعا کنیم، استغاثه کنیم، از خدا بخواهیم، خداوند فرج خواهد داد همونطور که وعده فرموده است. التجا